بریم که با هم دیگه آب هویج بستنی معروف شیراز رو بخوریم. واش بستنی های خوشمزه‌ای. من این شکلاتی رو انتخاب کردم، البته سرنگشو. این بستنی قیفی سرنگ ساده شکلاتی و زعفرونی با یه مش مغز پسته خیلی 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 خوشمزه روش. و دوستان عزیز، اینجا فلکه گاز هست، نه فلکه گازو. لطفا شیرازی رو اذیت نکنین، چون ما روی این قضیه خیلی خیلی حساسیم. یه دور بزنیم دور فلکه گاز. اینجا کبابی های خوبی داره. کلا رستوران هایی که توی این محدوده هستن دور فلکه گاز خیلی خیلی خوبن، مخصوصا این نون و کبابش خیلی معروفه. حتما برین و لذت ببرین. چیزی که خیلی باعث تأسفه این خشکی درختها هست و اینکه واقعا بارشی وجود نداره. به به تاکسی ماسفیری شیرازی.